به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بینندگان عزیز، سلام بر شما، وقتتان بخیر. توجهتان جلب میکنم به یک خبر فوری. امروز 26 مارچ 2026 برابر با 6 حمل 1405 هجری شمسی است. شمار رسانه‌های اسرائیلی گزارش کرده است که در محافل سیاسی و نظامی این کشور ارزیابی‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ممکن است تا روز شنبه آینده به طور یک طرفه آتش بس با ایران را اعلام کند، حتی در شرایطی که هنوز توافق میان واشنگتن و تهران حاصل نشده باشد. از جمله کانال 12 اسرائیل در گزارش مدعی شده است که ارزیابی‌های داخلی اسرائیل نشان می‌دهد که احتمالاً رئیس جمهور آمریکا تا روز شنبه به صورت یک طرفه آتش بس اعلام می‌کند. این در حالی است که مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و از حزب جمهوری‌خواه و تازگی در پاسخ به سوال یک خبرنگار تاکید کرده بود که احتمال می‌رود به زودی این جنگ پایان یابد و اما جزئیات بیشتر نداد. I think it will be done in short order and that'll be right on schedule. Yes. این ادعاها در حالی مطرح می شود که ایران طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای آتش بس و مذاکره را رد کرده و آن را زیاده خواهانه خوانده است. مسئله‌ای که سبب شد قیمت نفت بار دیگر بلند برود و رئیس جمهور آمریکا بیشتر از همیشه تحت فشارهای ملی و بین‌المللی قرار گیرد. بر پایه این گزارشات، رهبری سیاسی و امنیتی اسرائیل توافق کردند که پیش از هر گونه آتش بس احتمالی دستاوردهای نظامی خود را تا حد ممکن تثبیت و تکمیل کند. به همین منظور وزارت دفاع اسرائیل فهرست تازه از اهدافش را برای حمله به ایران نهایی کرده است. البته باید تاکید کنم که این خبر در حد یک فرضیه از سوی رسانه‌های اسرائیلی مطرح شده است و تا به حال هیچ مقام رسمی ایالات متحده آن را تایید نکرده است. در هر حالتش این چشمانداز از نگاه مقامات اسرائیلی میتواند به محدود شدن دامنه عملیات نظامی در کوتاه مدت بیانجامد. برخی رسانه‌های اسرائیلی همچنان گزارش کرده است که در نشست‌هایی که بر ریاست نخست وزیر بنیامین نتانیاهو گرفته شده، تصمیم گرفته شده است که اهداف جنگی به صورت مرحله بندی شده تعریف شوند تا پیش از هر توقف احتمالی درگیری‌ها اهداف کلیدی تحقق یابد. در مقابل اگر جنگ ادامه پیدا کرد، برنامه بر آن است که عملیات‌ها در بازه طولانی‌تر دنبال شده و اهداف جدید نیز به تدریج تعریف شوند. مقامات اسرائیلی بر این باورند که دستیابی به توافقات دقیق و جامع میان ایران و آمریکا در حال حاضر بعید است، اما امکان شکلگیری یک توافق چارچوبی همچنان وجود دارد و باید برای آن آماده بود. البته گزارش شده است که انتظار می‌رود فرمانده ستاد مرکزی نیروهای آمریکا آقای جنرال بورد کوپر به زودی وارد اسرائیل شوند و با مقامات نظامی این کشور نیز گفتگوی داشته باشند. در همین زمینه روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از منابع آگاه خود گزارش کرده است که ارتش اسرائیل حملات خود به اهداف در ایران را به طور قابل توجهی افزایش داده است. هدف از این تصمیم وارد کردن بیشترین ضربه ممکن به زیرساخت‌های راهبردی به ویژه صنایع تسلیحاتی ایران پیش از هر گونه آتش‌بس احتمالی عنوان شده است. گفته می شود که نتانیاهو دستور داده است که طی 48 ساعت بیشترین میزان تخریب در این حوزه محقق شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران نیز در هفته اخیر حملاتش به اسرائیل را چند برابر کرده است و امروز مقامات اسرائیلی گفتند که تقریبا در هر 30 دقیقه یک بار شاهد حملات موشکی جمهوری اسلامی بوده است. جمهوری اسلامی همچنان در روزهای اخیر حملاتش به کشورهای منطقه و در پایگاه‌های آمریکا را بیشتر کرده است. در پایین باز هم می‌خوام تاکید بکنم آنچه که در این خبر گفته شد از قول رسانه‌های اسرائیلی از جمله کانال 12 است و تا به حال هیچ منبع رسمی دولتی در آمریکا و اسرائیل آن را تایید نکردند. البته این ادعا در حالی مطرح می‌شود که شمار رسانه‌های غربی از جمله رسانه‌های آمریکایی مدعی هستند که رئیس جمهور دونالد ترامپ دستور داده است تا نیروهای بیشتر ایالات متحده آمریکا به خاورمیانه اعزام شوند. برخی رسانه‌ها تا پا فراتر گذاشته و گزارش کردند که ایالات متحده آمریکا روی گزینه‌های مختلف از جمله یک طرح ضربتی برای بازگشایی تنگه هرمز و یا تصرف برخی جزایر ایرانی از جمله جزایر خارق را به بررسی گرفته است. در طرف مقابل اما جمهوری اسلامی ایران تدارکات ویژه‌ای برای این سناریو گرفته و نیروهای زیادی را در جزیره خارق جابجا کرده است. از سوی هم میزان قدرتش در تنگه هرمز را بیشتر کرده است تا در صورت حمله هوایی و دریایی از سوی نیروهای آمریکایی آمادگی کامل داشته باشند. این در حالی است که در 26 روز گذشته و در پی حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز را بسته است و بجز کشورهایی که با این کشور هماهنگ می‌شوند به هیچ کشوری دیگر اجازه ورود و خروج از خلیج فارس را نمی‌دهند.
اما اینجا یک سوال بسیار بزرگ مطرح می شود. اگر فرضیه و گزارش رسانه‌های اسرائیلی درست از آب بدرآید و دونالد ترامپ روز شنبه اعلام پیروزی کرده با آتش بس یک طرفه اعلام کند، در آن صورت جمهوری اسلامی آن را میپذیرد یا نه؟ چون پیشتر از این مقام‌های ایرانی تاکید کرده بودند حتی اگر اسرائیل و آمریکا بخواهند یک طرفه آتش بس اعلام کند، تهران آنها را رها نمی‌کند. عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران بارها تاکید کرده است که یا جنگ به صورت کامل پایان یابد و تضمین شود که به ایران حمله نمی شود، یا اینکه اگر آنها آتش بس اعلام کند ما نمیپذیریم. برداشت شما چیست؟ میشه در کامنت بنویسین. از توجه و همراهیتان با سنترال افغانستان جهان سپاس. تا درودی دیگر، بدرود. Central Afghanistan